کار با دستگاه تست قند خون ساده است، حتی اگه اولین بارتون باشه. برای تست قند خون به این وسایل نیاز دارید: دستگاه، نوار تست قند، دستگاه لانسر و لانست، گاز استریل، پدرکلی و پنبه. اول دستاتون رو بشورید. برای بهبود جریان خون بهتره از آب گرم استفاده کنید. میتونید دستاتون رو پایین بندازید و حرکت بدید. این کار به گردش خون در بافت دست کمک میکنه. همچنین قبل از سوراخ کردن حتما انگشت خودتون رو ماساژ بدید. نوار تست قند رو داخل دستگاه بذارید و منتظر باشید تا دستگاه برای شروع به کار اعلام آمادگی کنه. انگشت مورد نظرتون رو انتخاب کنید. سعی کنید برای هر تست انگشت جدیدی انتخاب کنید تا احساس درد کمتری داشته باشید. دستگاه لانسر رو به پهلوی انگشت خودتون نگه دارید و ماشه رو فشار بدید. نگران نباشید، نباید خیلی درد داشته باشه. حالا انگشت رو کمی فشار بدین تا یه قطره خون بیرون بیاد. خیلی آروم خون انگشت رو روی قسمت مشخص شده نوار قرار بدین تا نوار خودکار خون شما رو جذب کنه. اینجوری دستگاه میزان قند موجود در خون شما رو اندازه‌گیری میکنه. اگه دستگاه پیغام ارور نشون داد یا به هر دلیلی فکر میکنید مشکلی در نتایج شما وجود داره، فقط کافیه چند دقیقه صبر کنید و دوباره این فرآیند رو تکرار کنید. اگه با پیغام ارور دستگاه مواجه شدید، بهتر دفترچه راهنمای دستگاهتون رو بررسی کنید تا علت مشکل پیدا بشه. فشار کمی وارد کنید تا خونریزی انگشت شما متوقف بشه.